ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین باور داشت که کیف در دوام 3 روز تسلیم می شود. گری شمیت، پژوهشگر امریکن انترپرایز اینستیتیوت واقع در شهر واشنگتن میگوید از آن روز 18 ماه گذشته کرمل برای پیشبرد جنگ بیش از 60 میلیارد دلار مصرف نمود. همه به سرمایه هایی که کرمل در ساحه نظامی تخصیص داده است اشاره نموده اصرار می‌ورزیدند که ما امکانات واقعی نظامی خواهیم داشت. شورای استراتژی و امنیتی شورای اتلانتیکی یان برژینسکی برای نظر است که تجاوز اوکراین ابتدا همچون عملیاتی کوتاه مدت طرحریزی شده بود ولی به یک نیزه طولانی مبدل شد. حاضر روسیه در موقع دفاعی قرار دارد. متاسفانه با آنها وقتی کافی برای کندن خندق و تهیه میدانهای مینا فراهم آورده شد. ارتش روسیه قدرت مقیاسی جهانی نیست ولی به قدر کافی نیرومند است. امروز در صفای ارتش روسیه نزدیک 1 میلیون نفر ایفای وظیفه می کند. به قول شمیت، صرف نظر از سفربری نسبی به ارتش، تلفات بزرگ جانی باعث شده است که بعضی واحدهای روسیه به پیشبرد عملیات حربی قادر نیستند. زمانی با اشاره به امکانات عملیات زیرپوش‌های روسیه آن را به طاغوت و یا نیروی بزرگ محو کننده شباهت می‌دادند. واقعیت نشان داد که به هماهنگی عملیات و کمک ضروری لوجستیکی و نیروهای هوایی این طاغوت دیگر وجود ندارد. برژینسکی میگوید نیزا با گرجستان در سال 2008 کمبودی‌های اخلاقی و ناکامی فرماندهان و ساختار ارتش روسیه را عیان نمود. وضع ناامید کننده بود و پوتین وعده داد که آن را اصلاح می‌کند. او برنامه 10-15 ساله مجهزگردانی ارتش را آغاز کرد. مسکو نوسازی ارتش را شروع کرده آن را بیشتر مجهز و فشرده گرداند. نظامیان با ارتش شرطنامه بسته ساختار تاکتیکی بتالون‌های غربی معرفی شد. متاسفانه بخشی اساسی پول نه برای بهبودی ارتش بلکه برای بهبودی وضع مالی گنرال‌ها و کارچریکان مصرف شد. گنرال بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا فیلیپ بریدلو میگوید روسیه در جنگ اوکراین با کمبود نیروی جنگی مواجه بوده، مشکل تنها از حساب سفربری نیروهای تازه نفس حل نخواهد شد. بریدلوف که در سالهای 2013-2016 فرمانده والامقام پیمان ناتو بوده است، می‌افزاید اگر فکر میکنید که مسئله روسیه حل است، شما خطا میکنید. امکانات این کشور هنوز هم بزرگ است، ولی برای پوتین جرأت زیادی لازم خواهد شد که سفربری به ارتش و دیگر اقدام‌های ضروری را پیاده کند. به قول کارشناسان تا حال عکس‌العمل اعضای گروه زرخریدان واگنر به مرگ پیشوای آنها یوگنی پریگوژین که در تشکیل آن پوتین را متهم می‌کنند معلوم نیست.